خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. سلام بینندگان گرامی و همه اون نفرانی که طول این لحظه ها با شبکه بهارستان هستید. برنامه اختران آزمون جمهوری فروغ سپیدانای کتاب است منظور شما و ما در هر برنامه میکوشیم تا شما رو با اشتراکچیان و غالبان دور جمهوری آزمون جمهوری فروغ سپیدانای کتاب است در سال 2022 شناس نماییم و این برنامه نیز خیلی جالب خواهد بود. از این رو با ما بودن را فراموش نسازید. برنامه امروزه من را می‌خواهیم از برآمد یکی از بهترین اشتراکچیان آزمون که از شهر بختر آمده بودند آغاز نماییم. موضوع تورخان و سال دوم است که در این آزمون اشتراک می‌نماید و در 2 سال اشتراک در آزمون و توانست که زیاده از 5000 مصرع شعری را از یاد نماید و خود شما نیز عین زمان شاهد برآمد او می‌شوید. السلام ای داوران نکته‌دان، ای بزرگان حلیم و مهربان، بهرتان این دم سلام آورده ایم، دفتری شعر و سخن را ارمغان آورده ایم. از کتاب تاجیکان آهنگ بیداری رسد، جشن ماتم دور دوران گرانباری رسد. حرفها تیرند و خطها نیزه ها هر صفحه دشت، از همین صحرا فقط بانگ وطنداری رسد. می رسد از دور آوازی لواداران به گوش، پر شود از حرف خشم‌آلود صحرای خموش. روی آسایش کجا بیند وطندار اصیل، پیش رو آید نبرد زندگی بخش کروش. شیهه اسپان و فریاد سواران می رسد، از ره تاریخ بانگ سربداران می رسد. خاک مثل دود خیزد از پی هر شیرمرد، مثل آنکه بعد باد و برق باران می رسد. گویا آید ز قعر چاه‌ها و غارها، شد هزاران تن غذای مارها و مارها. قدرتش را مرد تنها مانده هم گم می کند، مثل شیر مانده بین گله کفتارها. از کتاب تاجیکان آهنگ بیداری رسد، جشن ماتم دور دوران گرانباری رسد. حرفها تیرند و خطها نیزه ها هر صفحه دشت، از همین صحرا فقط بانگ وطنداری رسد. آفرین، تشکر. من همه افسانه را زیاد دوست می‌دارم، برای من همیشه از افسانه سر میکنم. خب افسانه دوست داشته تو کدام است؟ اینک این حکایه از صفیه نصیر می باشد. خب روز نوریه خولای خطکشان خانه به خانه روزنامه تقسیم میکرد. بیبی یک روزنامه را گرفته به نبیرش که انور نام داشت جیغ زده گفت: انور جان، جانی بیبی، همین عینک ما رو بیار. انور زور عینک بیبی رو آورده با بیبی گفت: بیبی جان، این عینک چی معنی دارد؟ بیبی عینک رو به چشم گذاشت و گفت: ای جانی بیبی، یک لحظه میمونی که امین روزنامه رو خونم و چی خبرهای تر و تازه در این روزنامه است؟ بعد انور که کنی سوال بود با سوال داده گفت: بیبی جان، همین سوال رو به من گوید. بعد بیبی به او گفت که عینک یعنی عین کلمه عربی است و معنایش چشم می باشد. انور گفت: ای بیبی جان، شما عینک نگوید و چشمک گوید. افسانه خلق تاجیک هستن؟ خونده ای؟ بله. تو افسانه روباه مکار و گرگ نادان رو خونده ای؟ میدونه؟ همین نقل کن. یک روز یک روباه مکار بود و یک باغ پر از سیب و انار و انگور رو یافت و به درون باغ در آمده تا شب میوه خورد و باز از شب تا سحر خوابید.
بعد او پگو همین که صبح شد دویده از باغ بر اومد و با قدم زنی شروع کرد. ناگاه باغبان اومده دید که در باغ یک حیوان در اومده است و میوه های او رو خورده است و او خواست که یک دنبه رو در یک کنجی باغ گذارد و همین کار رو نیز کرد. روباه باز اومده دید که یک دنبه گوسفند است و اول اندیشه کرده گفت که مبادا در اینجا یگان دام باشد و به پیش گرگ رفت. با او گفت جورجانی عزیز، من میخواهم شما رو به یک باغ زیبا برم و اونجا پوری میوه است و یک دنبه کلان در یک کنجش گذاشتگی است. بعد هر دوی آنها به سوی باغ روان شدند و تشکر. واقع خونده. فقط از آخر افسانه یک سوال میتیم. وقتی که گرگ به دام افتاد روباه چی یاری رساند؟ روباه با او یاری نرساند و خودش دنبه را خورده رفت. گفت که اکنون که خودت را پرتافتی تو خیلی زور هستی و خودت را نجات دادن گیر. همه خیلی از همین افسانه چی فهمیده ممکن؟ یعنی خلاصه که ما باید دانای و زیرک باشیم و به مثل گرگ نادان فریب نخوریم. موضوع مهارت خوبی گفتنی تزگویک‌ها را دارد و قید کردن به مورد است که اعضای حکمان محض همین جهت را در هر یک اشتراکچه میسنجند و شاید خولهای بلندی موضوع محض از روی دانستن چیستانها و تزگویک‌ها باشد. گر بر سر نفس خود امهیری مردی، بر کوه رو کرر نقطه نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. تشکر. همین فتاده کی چی است؟ برای چی فتاده؟ کی را فتاده میگیم؟ کم بغل. ناتوان آدمی که یعنی کن شعر ایرج میرزا گویند مرا چوزاد مادر، میدونه؟ کنی؟ گویند مرا چوزاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت، شبها بر گهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. پس هستی من زی هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. صدرالدین عینی هم یکی از ادیبان بزرگ کنی از ما عینی یک تخونید. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفته غنچه‌وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان نباید خفت در شب. شما هم در نوا آیید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستان دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید، چرا در کنج تنهایی نشینید؟ جولا هاشم که یکی از شعر کتاب بسیار خوبشون بچه ها و کوچه ها، همین شعر کنی قرائت کن. سیلا کنم شو نکنم، بافم و چلدا نکنم، کوتاهت اصلا نکنم، قایچیات اصلا نزنم. مو یکی من مو یکی دلجو یکی من، کای تو داروز میشوی تا قدی زانو یکی من. سلامت باشی. محمد صالح عزیزов از شهری ورخ می باشد. وی از سن خردسالی کوشش می کرد تا در صنف و در میان خوانندگان پیش صف باشد. از این رو شعرهای زیاد را از یاد می کرد و به همه درس ها جوابی درست می گرداند و همیشه با بهای 5 تحصیل می کرد. فنهای دوست داشته‌اش این زبان و ادبیاتند. از این رو وی توانست در آزمون جمهوری فروغ سپیدانای کتاب است موفق گردد. باید قید نمود که محمد صالح با باوری کامل در نزد اعضای حکمان برآمد نمود و طرز قرائت شعرش نیز از دیگر اشتراکچیان فرق میکرد. خوب بیایید ما نیز یک جای تماشا میکنیم. وصفی تو وطن مادر، از شوق همه خوانیم، از دیده و دل بهتر امروز تو را دانیم. زیبا وطنی مایی، گلباغ و دلارایی، پرزور و توانایی،
مشهور به دنیایی هر ذره خاکت را چون دیده نگهبانیم تیار به حفظت ما دائم زی دل و جانیم زیبا وطنی مایی گلباغ و دلارایی پرزور و توانایی مشهور به دنیایی. همین حکایه کلابی استاد گلنظر خواندی ها؟ بله این من کلابه چی است؟ همون کلابی کمپرکور رسم میکنند جورو میبافن هوایی است یا دیگر چی است؟ کلابه دو معنا دارد. اصلا برای آن گربه را کلابه ماندد که وقتی که و رنگش سیاهک بود و بسیار خردکک بود مثل یک رشته سوزن غیلان را میرفت عصبی همین او را کلابه مینامیدند. درست است. همین کلابه این لقبی آن گربچه منصور قادر بود. زنبوری عینکدار عبدالملک بهاری این اثری فانتاستیکی است. همین زنبوری عینکدار با قهرمان اساسی همین حکایت اساسی افسانه اساسیش سلمان بود چه خیلی شناس میشوند و آنها به هر وقت به سیر دره ورزاب می رفتند. هزاران خیلی پرندگان، حیوانات و نباتات را می دیدند و صحبت می کردند درباره‌شان. و نام آنها ستار، آلیه، سلمان همه آنها به دره ورزاب برای صحبت می رفتند. سلامان از همه بچه دانا در بین آنها به شمار می رفت. درست است. در دره ورزاب شناس میشوند. بله. همین افسانه چرا بینی نخود کج است؟ کی کج شد بینی نخود؟ وقتی که او رفت که به یک خرسنگ واخورد در آخر حکایه و خرسنگ واخورد و از خرسنگ پرسید که منظورم یا تو خرسنگ که بیچاره وقتی که در آفتاب سوخته ایستاده بود جواب داده نتوانست. بعد نخود گفت که بعد نخود قهر از این قهرش آمد. بعد با نوگی بینیچه تیزش رفت و با خرسنگ زد که بینیچه خودش کت شد. همین از قصه آب از کجا می آید امین جان شکوهی من یک سوال رو به بسیاری ها دادم. اونایی که همین اثر رو خوندن جواب داده نتوانستن. شاید تو جواب داده توانی. همین آب از کجا می آمده است؟ آب وقتی که آنها اسد صمد فیلم میکردن از حولی طاهر بابا می آید. بعد آنها رفتن طاهر بابا حولی برهان بیهی را تعیین کرد. برهان بیهی وقتی که به نزدش رفتند برهان بیهی باشد تگی درختی تود رو تعیین کرد. خود اساسا آب وقتی که این شاخها کوههای بلند است برفها آب شده از چشمه ها از جویبارها گذشته به نزدی دهه آنها می رفت. نه همه جویی که آب با کانال می آمد از کجا بوده است؟ از همین کوه ها وقتی که برفها آب شده می آمدن از همان جای ها می آمد. یا از زیر زمین سکواژ میگویند که نه از آنجا نه. و یک سوالی در شهر از آنجا میگذرند. در دهه باشد از کوه ها می آیند از چشمه ها. بسیار خوب. در حکایه نمک محبوبه نعمت‌زاده نمک چند پول بوده است؟ نمک نرخش رو بگوی کفایه است. 6 در مسئله نوشته بود که 3 خلطچه نمک 18 تین است ولی او فکر کرد جوابش را یافته نتوانست و دخترچه پریناز نام داشت. وی همه سپارش های خانگیش را عموی بیبیش حل میکرد ولی بیبیش آن روز به خانه عمه جانش رفته بودند. او فکر کرد و به نزد آشخانه رفت و یک خلطچه نمک را گرفت. در خلطچه نمک نوشته بود که یک خلطچه نمک 10 تین است و او سراسیمه آمده به دفترش در یک خلطچه نمک 10 تین است گفته نوشت ولی او خطا کرده بود زیرا یک خلطچه نمک 6 تین است. چینندگان گلهای خوشبوی چمن میگویند که یک کلب بود و بسیار فقیر بود. روز او کله و پاچه پخته از در داملا بابا گذشت. کله و پاچه ملهم بر این پختگی کله پاچه ملهم بر این پختگی گویان میگذشت که زن داملا خود را آرای تارا داده برآمده گفت با من به 2 تنگه کله پاچه ده لیکن ها زیر پولم نیست.
شب آمد و بیایو در درون تنور شب داملا بابا که به نماز شام رفتند بیا به نزد من بعد مزدت را میدهم. کل راضی شد و شب آمده در درون تنور روز شده خواب رفت. داملا بابا وقتی که به نماز شام رفتنی شدند زنش گفت و داملا بابا همه جای حولیمان را جستجو کنید که یگان کس نباشد دلم گواهی میتید. زنی داملا بابا همین گپ ها را به شوهرش گفت. داملا بابا گفت برای چی این سخن ها را گفته استاده ای؟ عجیب است این. دیگر شبها که به نماز می رفتم این سخن ها را نمی گفتی ولی از کجا یک بار این سخن ها پیدا شد؟ بعد او همه جای حولی را جستجو کرد. بعد نزدی تنور آمد و درونش را نگاه کرد که کل ها رفته است. ای تو کیستی؟ پرسید داملا بابا. من کل مگر نمیشناسید؟ گفت داملا بابا. داملا بابا گفت ای بر پدرت لعنت. کل تو در اینجا چی کار میکنی؟ کل که زیرک بود گفت من در مسجد بودم. مسجدیان به من گفتند که تنور شما بسیار خوردکک است و تنها 2-3 تا نام میبرد. من برای اثبات این کار آمدم تا تنور شما را چین کنم. بعد داملا بابا گفت ای تو بچه خوب. جواب داد کل تو فقط طرفی مرا گیر. گفت داملا بابا. بعد با همین بهانه کل زیرک از دست داملا بابا خلاص شد. روز دیگر وی از دل داملا بابا گذشت. چی خلاصه برآوردی؟ من از این حکایه افسانه خلاصه برآوردم که ما نباید کردیل باشیم به آدمانی که فقیر هستند بیکس هستند. یعنی کل زیرک یتیم با هستند. زیرکی خودش چی؟ با زیرکی خودش از دست داملا بابا خلاص شد. خلاص یافت. میخنه از مشکلات توانست که بگریزد. ما باید با آدمانی که فقیر هستند کمک کنیم نباید با آنها کردیلی کنیم. مثل همین زنی داملا بابا که بکر بسیار کردیلی کرد. تشکر. محمد صالح جان از قابوسنامه کایکوس نیز معلوم است که خوانده اید. در اینجا در آداب صحبت آورده اید. بله. کدام پندنامه را میدونید؟ یکی از داخل کدام حکایه را خوانده اید؟ با آدمان نادان صحبت نکن، خصوصا با نادانی که خود را دانا میشمارد. با آدمان دانا و خردمند صحبت کن، زیرا از صحبت آنها نیکنام میشوی. زیانکار مباش، زیرا زیانکاری نه تنها به خودت بلکه به دیگران هم ضرر میرساند. ضرب مثل چقدر خونده اید؟ ضرب المثل من بسیار خواندم. زور بیهوده میان میشکند. زوری بیهوده میان میشکند یعنی معنای آن دارد که ما به کارهایی که نمیتوانیم زور نزنیم، زیرا میگویند زوری بیهوده میان میشکند. این درست است. یعنی مطابق یا که موافق چی قدرت جسمانی همان باید چی کار کنیم. تشکر. آفرین. گوش کن، من یک شعر میخونم. قدیمی و جوانی تو، قدیمی و جوانی تو، خوش آهنگ و روانی تو، چو بحری به کنار تو، زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، زبانی سعدی و حافظ، زبانی رودکی هستی، به ما علم و ادب آموز، ز دوری کودکی هستی. زبانی مادری ما، زبانی مادری ما، شوی تا باز براتر، خوش آهنگ و گواراتر، تو را پاکیزه می داریم به حق حرمتی مادر. زبانی مادری ما، زبانی مادری ما. بازنج یک شعر است. عزیز و مهربانم کیست مادر، عزیز و مهربانم کیست مادر، فروغی دیدگانم کیست مادر، مرا با رنج بس کی تربیه کرد، همیشه بر زبانم کیست مادر. قلم بر دست گیرم شعر گویم، مراد از داستانم کیست مادر. ورا من نیک فرزندی وفادار، شکوهی بختشانم کیست مادر. دلم را مهری او معوا گرفتم، گرامی همچو جانم کیست مادر. افسانه مرسید مشکر روباه مکار و چوچه هوشیار. بله این افسانه می باشد. استاد میرسید میرشکر این را به طریق نظمی گرداندند و شبانه به ده میرفت و مرغ و مرغابیا را شکار میکرد. بعد چوچه یک وقتی که
вақте ки дар як ҷо менишаст баъд вақте ки рӯбоҳ баромада ба назди чӯҷаяк мегӯяд ки ман рӯбоҳам мегӯяд, бегуноҳам мегӯяд, мӯйсафеди ғарибам, бепаноҳам мегӯяд. Баъд мегӯяд маро ба хонаат бар, ҷоям бидеҳ то саҳар, равшан ки шуд чашми рӯз, меравам ҷои дигар. ба чӯҷаяк мегӯяд, чӯҷаяк андар ҷавоб мегӯядаш эй ҷаноб, аз бароят тайёр аст дар хонаам ҷои хоб. баъд чӯҷаяк рӯбоҳро ба хона меорад. баъд деҳқонама ки ҷиғ мезанад, деҳқонама гонда хурдагиҳои рӯбоҳро аз бинияш баровард. аз он вақт номи чӯҷа чӣ мешавад? қаҳрамон. пас аз он номи чӯҷа қаҳрамончӯҷа гардид. бо ҳамин афсонаам ёрон ба охир расид. ташаккур. устод Гулназар алифбо ки мо ҳама аз алифбо сар мекунем хондани мактаб. шеър аз устод Гулназар Келдӣ. эй алифбо ту ҳастӣ, дари кушодаи мо, аз ту гузашта равем мо ҳама сӯи фардо. модар агар ягона, ту ҳам ҳастӣ ягона, туи сафои дилҳо, туи чароғи хона. касе агар надонад қадри чу туро чу нодон, монанди кур набинад офтобаки дурахшон. модар агар ягона, ту ҳам ҳастӣ ягона, туи сафои дилҳо, туи чароғи хона. محمد سالی ما باور دارم که تو چیستان میدانی بله. تیزگویی کم میدانی خیلی تو لطیفه گو باید من اینجا چه موردی صبوری با سوال میتونم муаллима ба сафар супориш медиҳад ки дар дафтараш 100 бор нависад. ман дигар ба муаллима ту намегӯям. рӯзи дигар муаллима дафтари сафарро тафтиш кард. сафар ин ҷумраро 100 бор не, балки 200 бор навишта буд. муаллима пурсид, барои чӣ ту 200 бор навиштӣ? сафар гуфт, барои он то ки ту хурсанд шавӣ. номи падар. муаллима дар дарс аз аҳмадҷон пурсид, номи падарат чӣ? аҳмадҷон мегӯяд, падарам чанд ном дорад, ман ӯро додо мегӯям. модарам бошад, падари бачаҳо мегӯяд. мағозадори маҳалла қарзро кай медиҳӣ мегӯяд. нафари дигаре ки айни замон мехоҳем ӯро бароятон муаррифӣ намоем, оева Марьям мебошад. вай аз ноҳияи Нуробод аст ва зиёда аз 4000 мисраи шеърӣ, 100 ҳикояву афсона, 100 латифа, 150 зарбулмасалу чистон ва тезгӯякҳоро аз ёд намудааст. албатта аз ёд кардани ин қадар шеъру чистон ва ҳикояву афсонаҳо кам аст, дар ҳолате ки шахс ба худ боварӣ надошта бошад. вале бояд гӯем ки Марьям хеле духтараки ҷасур аст ва бо табассуми худ тавонист то дар ёди аъзои ҳакамон ва тамошобинон нақш бандад. хуб, биёед мо низ аз ҷараёни баромади ӯ бархурдор мегардем. роғун айё роғун, имрӯз туро созем, бо номи ту фахрем, бо номи ту нозем. роғун саломи дарвозаи шарқ, роғун саломи дарвозаи барқ. роғун айё роғун, имрӯз туро созем, бо номи ту фахрем, бо номи ту нозем. تشکر. اکنون افسانه میگوییم. بله، این افسانه دوست داشته من، این افسانه لکوپک می باشد، افسانه خلق تاجیک. تو هم لکوپک؟ بله. این همه بچه ها لکوپک رو دوست می‌دارن. خب مرحمت. بود نبود در یک زمانه یک زن و شوهر آنها لکوپک نام داشتند. آنها در دار و ندارشان فقط یک دخترک داشتند. دخترشون به حد دختری زیبا ولی کمتر عقلش نارسا بود. روزی برای دختر خواستگارها آمدند. مادرش گفت به دخترش که رفته از چشمه آب بیار، تو مهمانها بینند گفته بگویند که این دختری قابل بوده است. بعد دختری لک رفته از چشمه آب گرفتنی می شود و کمی به این اندیشه می کند. می گوید اگر من حاضر خواستگارها مرا پسند کنند
توی تماشا کنیم. بعد من پسرچه‌دار شوم، به خانه مادرم بیایم، مادرم با او گوید که نبیره جانم کلان شده است، رفته است چشمه آب بیار، آن بیاید به لب چشمه، وقت دستش نرسد و به آب غلطد. من به شوهرم چی جواب میدهم؟ وای نشسته گریه کرد. بعد لک خیلی ایستاد و صبر کرد، دید که دخترش نآمد. بعد باز نزد دخترش رفته گفت دخترم چرا گریه میکنی؟ دختری لک گفت آخر مادر جان من اندیشه کرده گفتم اگر حاضر خواستگارها مرا پسند کنند ما توی تماشا دهیم، بعد پسرچه‌دار شوم، پسرم کلان شود، به نزد شما آیم، شما به آن گوید که رفته از چشمه آب بیار، آن نتواند آب گرفته به آب غلطد. من جواب شوهرم را چی میدهم؟ دوستان انبه و رنبه اینا حیوان هستند یا آدم هستند؟ اینها موش هستند. کفایه همین بهترین جای دنیا زیبا فیض الله و کجا بوده سمی؟ قشلاق ما یا قشلاق شما؟ دهی ما یا دهی شما؟ امون جای زادگاه امون آدم بعد نظر خودش بهترین جای دنیا می باشد. بعد از این با کجا بهترین جای دنیا می شود؟ کشورش درسته؟ بهترین زیباترین جای دنیا کلابه کجا شد؟ صدف ما عبدالنظر و این کلابه را گربچه به نزد گلها می برد. به نزد کجا می برد؟ گلها. بعد همه گلها برای چی در کار می شوند؟ آن وقتی که همون برای چی؟ برای یک چی در کار می شوند؟ همون کمپیرک وقتی به نزد گلها می رود در صورت همون چیه که با کلابه رسم می کشد، رسم گلها را هم می کشد و گربچه را با کلابه. همین کمپیرک رسام بود یا یکان کار دیگر هم میکرد؟ وای دوزنده بود، بله نمین دوزنده بود با همون کلابه در روی همون. گوش کن دوزنده چیکار میکند؟ لباس میدوزد، باز در روی متاهای دیگر چیز امین باز با کلابه ها گلها و هر خیلی از کلابه میبافنده؟ بله میبافنده. یعنی وای دوزنده نه بافنده بود کمپیرک. خوب از همین مولانا جلالالدین بلخی زیارت همسایه قصه. زیارت همسایه بله. نقل کنم. آها. یک روز یک مردی کارین در خانهش نشسته بود. بعد به وی پیام میرسد که همسایت بسیار کسل شده است، تو باید به وی زیارت وی روی. بعد مردی بعد کمی اندیشه میکند و میگوید آخر من کار هستم، هیچ چیز را نمیفهمم، رفته به آن چی گویم؟ خیر به راهش میرود و در راه اندیشه میکند و میگوید خیر ازش میپرسم امروز چی خوردی؟ وی میگوید شوربا خوردم یا اینکه آش یا یگان چیزی دیگر. من میگویم که بسیار خوراکی خوب است، بسیارتر خورد تا اینکه صحت یابی. بعد باز میپرسم طبیب تو کیست؟ بعد ممکن نام یگان مولا یا که این طبیب را گیرد. من میگویم که بسیار طبیبی خوب است. بعد باز از وی میپرسم که احوالت چی خیلی است؟ بعد شاید گوید که احوالم خوب است. بعد میگویم که خیلی خوب، همین خیلی رفتار کن، همین خیلی خوب همین خیلی فکر کن تا اینکه خوب شویم. بعد با همین اندیشه ها به خانه همسایه‌اش میرود. بعد میپرسد. تشکر خونده است. تشکر. یک شعر از استاد گلنظر کنی شما قرائت کنید. استاد گلنظر کلدی درود ملی جمهوری تاجیکستان. شعر گلنظر کلدی آهنگ سلیمان یودکو. دیاری ارجمندی ما به بختی ما سری عزیزی تو بلند بود، سعادتی تو دولتی تو بگزند بود. زیدوری زمانه ها رسیده ایم، به زیری پرچمی تو صف کشیده ایم. زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزاد من، برای ننگ و نام ما تو از امید رفتگان ما نشانه ای. تو بحر واریسان جهانی جاویدانه ای. خزانه می رسد به نوبهاری تو که مزرعه وفا بود کناری تو. زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزاد من، تو مادری یگانه ای، بقا
پای تو بود بقای خاندان ما، مرام تو بود مرام جسم و جان ما. زی تو سعادت ابد نصیب ماست، تو هستی و همه جهان حبیب ماست، حبیب ماست. زنده باش ای وطن، تاجیکستان آزاد من. تشکر. البته هستند نفرانی که هنگام یک مرتبه کامیاب نگشتن در آزمون‌ها باوری را از دست می‌دهند و تسلیم می‌گردند، ولی این سخن‌ها درباره اشتراکچی نوبتی برنامه ما نیست. ادیبه شکری خدای و از ناحیه روشن خیلی دخترک جسور و نوترس و دلیر است و کوشش می‌کند که همیشه در همه جا پیش صف باشد و محض همین جهت او را وادار نمود که تا دانش و مهارت خود را صیقل داده در آزمون سال سیوم اشتراک نماید و خیلی مهارت خوبی قرائت شعرها را دارد که به اعضای حکمان نیز پسند آمد. تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا بسنگ در همه بنگاشتند. دانش در دل چراغی روشن است، و از همه ابد بر تنی تو جوشن است. تشکر. از استاد عبدالستار رحمان دلازار، خودشون دلازار نیستن، اون کمی شعر گفتن. زرینه زرین موی است، زرینه کلچروی است، کاکلی طلا دارد، چشمان شهلا دارد، کاکلی طلا دارد. دخترکی زیبا و اما تنی تنها و، کس اگر دلازار است حسنش بکی در کار است. حسنش بکی در کار است. تشکر. از غفورعلی سفر، تو همین در دفتر وایت پیشنهاد کردی؟ کنی یک شعر شما بهاران. بهاران شد بهاران، روی چکری و تاران. سوی روی یاله رسیدیم، سوی یاله دویدیم، روی یاله رسیدیم. چکری و تاران چیدیم، فیض بهاران چیدیم. به خانه ها آوردیم، همچه سوغا آوردیم. بهارانی تازه رو، سبز و خرم و دلجو. چون باغ دیقان بود است، گنجش فراوان بود است. گنجش فراوان بود است. تشکر. سلام. من این خواهره که ما از همین بوستان اثر کی است؟ اثر شیخ مسلم‌الدین سعدی شیرازی. شیخ مسلم‌الدین سعدی شیرازی. من همین حکایه هاش به طور منظومه، یعنی طریق شعر گفته شده است. همین یک حکایه دارد، سگ پای صحرانشین گزید. مضمونش رو گفتم، میتونی میخونی؟ بله گفتم میتونم خواندن. میخونی؟ بله. کنی از یاد خونی بخون. سگ پای صحرانشین گزید، به خشمی که زهرش ز دندان چکید. شب از درد بیچاره خوابش نبرد، به خیل اندرش دختر بود خورد. پدر را جفا کرد و تندی نمود، که آخر تو را نیز دندان نبود. پس از گریه مردی پراکنده روز، بخندید ای مامکی دلفروز. مرا گرچه سلطنت بود و نیش، دریغ آمدم کام و دندان خیش. محال است اگر تیغ بر سر خورم، که دندان بر پای سگ اندر برم. توان کرد به ناکسان، توان کرد با ناکسان بدرگی، ولیکن نه آید ز مردم سگی. ادیبه شکری خدای و زیاده از 3000 مصرع شعری را از یاد نموده است و طبق نظامنامه از همه شاعران بچگانه شعرها را از یاد کرده به اعضای حکمان پیشنهاد نمودند و قید کردند به مورد است که اعضای حکمان گاه وقت از میان شعرها یک مصرع را انتخاب می نمایند و می خواهند که اشتراکچی شعر را ادامه دهد و البته نه همه می توانند به چنین سوالها با باوری جواب گردانند و اشتراکچی برنامه همون باشد خیلی چست و چالاک است و با زیرکی خود توانست به همه سوالها جواب گرداند. عجب بایست زیبا که سارت، پر از در که ساری آبشارت. طبیعت ارچه خواهی توفه کرده است، به هر یک گنج کانم تاجیکستان. شوی سرسبز و خرم در بهاران، مثالی باغ و بستان بعد باران. به تابستان چه شیرین میوه هایت، که جان راحت کند از لذتی آن. به زینت تیر ماهت هم بهار است، بهاری به خزانم تاجیکستان.
تو آزاد هستی و من زنده با تو، عزیزی مثل جانم تاجیکستان. شعر رو خیلی خوب قرائت میکنید. ما میگذاریم با قسمت نثر. خیلی نیست. با شما همین گونه سوال دارم که شما پورچه از تبر بیغم نوشتید. همین از کدوم کتابی جلال اکرامی است؟ از کدوم کتابش؟ من این را از تذکیره مختصری نثر معاصر بچه از کدوم کتاب است این؟ فراموش کردید. این تبر بیغم کی بود؟ این تبر بیغم نام یک پسر است که پدرش در خردی وفات کرده بود. برای چی رو بیغم میگفتن؟ برای آنکه وی غم و پروای هیچ چیزی را نداشت. در کدام حالت؟ در حالت وقتی که غمگین نمیشد غم چیزی را نمیداشت. آنها هرچند فقیر بودند ولی وی غم چیزی را نداشت. مورچه‌یک بدناس از کی است این؟ از لطافت کنجا. آن اکنون کو تا گوید که مورچه‌یک چیکار کرد که او رو بدناس گفته است نویسنده؟ این مورچه‌یک هی نام داشت و وقتی که وی هر چیزی را که میدید میگفت که من این را نمیخورم، من آن را نمیخورم و در آخر این مورچه هر چیز مثلا نخود را میدید و میگفت که این نخود خیلی خرد است، من این را نمیخورم و بعد از آن مورچه‌یک میرفت و به جوی افتاد و بعد از جوی برآمدن پاره چیزی را دید و آن را برداشت و دیگر این خیل نگفت که من هر چیزی را که میدید امان را بر میداشت، دیگر نمیگفت من این را نمیخورم. از کجا با او بافتید؟ آخرین مرتبه مثلا گریم کدو رو دید نمیخورم گفت، بعد آخرین مرتبه با کجا باشد که در کجا بود؟ چی رو خواست که بخوره؟ نخود رو. شما یک حکایه دیگر رو با نام رسام چیرده است از عبدالستار رحمان. آن اکنون گوید که همین چگونه حکایه است؟ یعنی وقتی که از این واقعه چند سال پیشم گذشته باشد ولی در خاطر شهناز یک عمر نقش بسته بود و این واقعه این خیلی روی داده بود. وقتی که بیبی شهناز روز تولد بیبی شهناز فرا رسیده بود، خواهرش به وی یک چیز خریده بود و وی در یک قوطی محکم شده بود. خواهرش به بیبیش چیز تحفه کرده بود و پدر و وی به شهناز نمیگفت که به بیبیش در روز تولدش چی تحفه میکند. شهناز به وی میگفت که تو به بیبی امان در روز تولدش چی تحفه میکنی، ولی خواهرش به وی چیزی نمیگفت. وی شهناز فکر میکرد که شاید یک شکلات باشد و یا شاید یک روی مالچه باشد. وی از بیبیش چند بار حکایت کرده بود. وقتی که خانه قدیمیشان خراب شد از آنجا وی اول بابایشان به وی یک روی مالچه داده بود، پدرش به وی یک روی مالچه داده بود ولی آن روی مالچه در آن خانه ادیبه جان خلاصه همین حکایت چی است؟ خلاصه آن دخترک رسام چیره دست می شود. تشکر، موفق باشید. یک شعرخوان حاضر یک شعر پسندیده رو. آمد ماه دکبر بازمستان یک باره، بر تن لباس برفین تکمه آیش شخباره، از تن بدر کردن جامه زرینشان، جامه نقره رنگ پوشیدن درختان، آب جوی و دریاها سر تا به پا یخ بسند، از بالایش می دوند مکتب خانان خرسند. بینندگان گرامی، اینها بودند یک چند نفر اشتراکچیان و غالبان آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است که در آزمون از روی نامیناتی ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نمودند. البته بعضی از آنها کامیاب گشتند، بعضی از آنها مغلوب گشتند، ولی باید گفت که دانش و کتاب و کتابخوانی تا به آخر به ما لازم است. از این رو شما نیز کتاب خواندن را فراموش نسازید. تا دیدار، خیر.